از جان همین مسئله باید گفته برای توی همین گفتم یک روشنی می انداختین که من همین به قریبی فهمیدم که همین تویی که ما مقصد همین تاجیکستان دا میکنیم مقصد برای دختر پول میتین 70,000 80,000 شرایطی قطعی همین درست نبوده. مقصد حسابی که گویا که فرزند خودت گویا میفروشی. یک خیلی میگن که همون مهری که همون دختر دا میتین اون دختر خودش چیزی میخواه همون رو میخرم ده یک طرف روشنی میانداختین که همین تویامون چه خیلی گذرونیم که مقصد در گناه وای نشویم. خواهر سمیرا در مسئله 70,000 80,000 اگر مهر گفته استاده باشه در شریعت برای زن مهر دادن فرض است و الله میگه و اتوا النساء صدقاتهن نحله. شما به زنها صدقات یعنی صداق مهر است، مهرهایشان رو از طیب نفس خود یعنی راضی شده کشمکش و نگفته بدهید و این تبن لکم ان شیء منه نفسا فکلوه هنیئا مریئا. و اگر یکی زنها بخشیدن یا به شما از آن چیزی را دادند خوشحال شده از آن بخورید. یعنی مهر در اسلام برای هر یک مرد فرض است و اگر نداد گناهگار می شود، ولی مهر چقدر هست این رو به حالت مرد نگاه میکنیم. لینفق ذو سعة من سعته، هر کس به شرایط خود نگاه کرده مهر میدهد، نه اینکه یک کم بغلی که درآمدش مثلا 2000 سومان است مانند یک انسانی که درآمدش 50,000 سومان است. نه، هر یک کس به شرایط خود نگاه کرده مهر میدهد و مهر این فروختن زن نیست، مهر این احترام زن است. در شریعت زن مهر میگیرد همچون احترام خودش که پس از شوهر کردن یک پسندازی داشته باشد و زن میتواند عموما همش رو ببخشد، بگن من هیچ چیز نمیگیرم. صحابه بودند که به اندازه قرآن فقط ازدواج کردن، یعنی خیلی مهرشان کم بود. اما پیامبر صلی الله علیه و سلم هم برای دخترای خود هم برای همسرای خود مهر معین کردن که تقریبا 800 گرم نقرکت راست می آید. حاضر از زمان حساب کنیم. مهر این فروختن زن نیست، این احترام زن است، اما باید با انصافانه باشد. هر یک کس شرایط داماد رو نگاه کرده مهر طلب کند، نه اینکه فلانی اینقدر گرفت من هم اونقدر میگیرم، نباید باشد. و با مهر دخترک برای خود چیز نمیخرد، چیزی چهار خانه رو اون داماد مهیا میکند. اون هم چه خیلی گفتم اگر ما چشم گرسنه نباشیم درس امروزه با یک چیزهای دست دوم و با یک چیزهایی که در همون خانه است زندگی خوش رو گذرانده میتوانیم. این مشکلی ما است که ما برای به مردم نشان دادن چند نمو چیزهای نو میخریم، این هم قرضدار اون هم قرضدار، هنوز توی نشده دو طرف همدیگر رو خیلی بد میبینن. اما مهر رو گفته چه خیلی گفتم مهر جایز است، اما توی ها رو میدانید که ما اکثریت یعنی توی هایمون رو به خاطر فرزند رو خوشبخت کردن نه برای به مردم کی بودن رو نشان دادن میگذرانیم. چی دسترخوانمون باشد، چی خریدمون باشد، چی پوشیدنمون باشد، اینها همش برای مردم است و برای ریا هست. برای همین هم دیده استودید که هرچی توی ها زیادن طلاق هم خیلی زیاد است، بد اخلاقی هم زیاد است و پناه به الله خودکشی عروسکان، گریختن عروسکان، دامادهای کسل هم زیاد است که یک بار به خود آییم بگوییم نکاح سنت است، اما هرچی سبکتر گذشت، هرچی کم خرجتر شد، هرچی عاقلانه تر شد که بعد از توی اینها چی کار میکنند خوب است. یعنی در کشورهای عرب اکثریتش روز توی رو نیو بعد از توی اینها چگونه زندگی میکنند رو زیاد فکر میکنند. در ما همون فقط یک روز رو فکر میکنیم، تمام خرجمون هم برای همون روز. بعد از توی بعد میبینید که چه مشکلی های سر این و آن می آید. بیاید این دو انسان یعنی ببخشید دو نوجوان بعد از توی چه خیل زندگی میکنند، برای اینها یک راه نشان دهیم، یک زندگی آسان را یعنی حداقل یک مدت با هم باشند مهیا کنیم، نه اینکه در یک شب در یک روز برای تمامی قشلاق یا شهر یا گفتیم همکاران خود را نشان دهیم بعد از این ببینید که چه مشکلی هست. اما خرید زیاد کرته، چقدر نفرت دارم من با همون پدر و مادرایی که فکر میکنن با 10 تا کرته قیمت پوشیدن فرزندشان را الکی پر از بخت کردند و پر از تخت کردند. لباس فرزند تو رو خوشبخت نمی کند. در بعد دستش پولی اما لباس را ده او رو برای خود صرف کند. شما میدونید که چقدرها خجالت می شود بعضی میشنوید که یک عروسک برای دختر رفتن پول ندارد.
برای بدن کودکش، برای پامپرس کودکش پول ندارد. یعنی یک خرج و خراجات هایی که ببخشید یعنی ناحرمتی نشود، از سیگان ها بدتر است. کارهایی که میکنیم از همین جوگی ها بعضیش بدتر است و اون رو هم یک انسان های با عقل میکنن که حاضره توی هایی که تاجیکو کرده ایستادن، چی در وطن چی بیرون از وطن، چی بیرون از وطن پر از اسراف است، پر از خراجات است، پر از کارهای بی عقلانگی است. این عقلت رو به جای بیار، مردم رو یک چقدر چیز کردی مردم سیر می شود. دسترخوان‌های تیار میکنن که سالها با اون میتواند یک عائله زندگی کند، یک کرته های میخرن که ماهی دویم با اون کسی نگاه نمیکند و باز این رو به مردم نشان میدهند که ببخشید لباس های شبخوره و عروس رو به مردم نشان میدهند که این رو میپوشد که چقدر بی حیاگی هستین. مقصد استاد جان همین وقتی که مثلا از طرف عروس دومود میگن که اور بیار و این بیار و این بیار، به فکر من همین چیز در کار نیستم. خواهرم این همچون عرف در ما هست، همچون عرف در ما هست، در عرف تاجیکی که مهمانهای عروس رو ببخشید هم مهمانهای عروس رو طرف داماد سر میکند. این عرفن است. اما نگاه کنید که مهمانهای با این درجه گفتن، این قدر مثلا اسراف کردن و این قدر خوراک دادن تماما درست نیست. با مهمانی کم هم میگذرد، با خوراک کم هم میگذرد. مهم بعد از تو اینها چگونه زندگی میکنن، این عائله چگونه مستحکم میشود، نه اینکه امروز توی شدی پگاه فکر کرده قرضدار بمانی.